سلام، به چنل من خوش اومدین. حمیدرضا هستم از کانال ارزبین. امروز میخوام یکی از پروژه هایی که تو حوزه استیکینگ اتریوم فعالیت میکنه رو بررسی بکنم و ببینیم که آیا این پروژه اصلا معتبر هست یا نه و اینکه اصلا میتونیم بهش اعتماد بکنیم و اتریوم هایی که داریم رو توی این وضعیت بازار داخلش استیک بکنیم و سود بگیریم یا نه. هم در موردش صحبت بکنیم. پروژه لیدو هستش، پروژه‌ای که در زمینه استیکینگ داره فعالیت میکنه، استیکینگ اتریوم. همونطور که میدونین ورژن 2 اتریوم داره بالا میاد و خب پایه در واقع فعالیت این اتریوم 2 بر اساس اثبات استیک هستش یا اثبات سهام هستش و خب داره اون الگوریتم یا اجماع قبلی رو که بر اساس اثبات کار بود رو داره عوض میکنه و بر اساس اثبات سهام داره بالا میاره و بحث دیگه استخراج اتریوم از این حالت فعلی در میاد. یکی از مشکلاتی که سیستم های استیکینگ داشتن این هستش که شما وقتی اون حالا ارز دیجیتال خودتون رو استیک میکنین توی اون سیستم به طور کلی از دسترستون خارج میشه و اینکه قابلیت مانور هم روش ندارین. ولی توی این سیستم اومده یک در واقع خلاقیتی به خرج داده و یک مزیتی رو داره، اونم این هستش که در قبال استیکی که شما میکنین به شما یک توکن ST اتریوم میده که در واقع نشانگر اون سهام شما یا سهم شما در استیک هستش و شما میتونید اون ST اتریوم رو توی حالا اکسچنج ها یا مارکت های مختلف حتی بفروشین و در واقع چیز بکنین، تبادل بکنین، بخرین بفروشین. ارزشش هم دقیقاً اندازه یک اتریوم هستش، یعنی هر کدوم از این توکن ها نشانگر استیک یک اتریوم هستش. حالا با توجه به اینکه این در واقع زمانی که شما استیک کردین چقدر باشه، دیگه سودی که شما دریافت میکنین توی بحث استیک و این موارد متفاوت میشه. این وایت پیپرش خیلی توضیحات مختلفی داره فازهای حالا اتریوم 2 رو توضیح داده و بحث‌های مختلف که من نمیخوام واردش بشم چون زمان رو از دست میدیم. من فقط ایده رو گفتم به طور کلی، نقشه راهی که در واقع گفتن و چطور بگم تعیین کردن بر پایه همون نقشه راه رونمایی از اتریوم 2 هستش، یعنی تو همون فازها گفتن که ما جلو میریم و تو همون فازها عمل خواهیم کرد که چیزی دیگه‌ای وجود نداره. بحث توزیع توکن هاشو بخوام بررسی بکنم این هستش که حدود حالا این رو البته بگم که قبل از اینکه برم تو بحث توزیع توکن این رو بگم، این سیستم لیدو یک در واقع توکن حالا حاکمیتی خودش رو هم داره به اسم LDO که این LDO رو هم شما میتونید تو مارکت ها به عنوان سهام یا نشانگر ارز دیجیتال خود کلیت این سیستم معامله بکنین. حالا قیمتاش متفاوت میشه دیگه، هی تغییرات و نوسانات بهش میخوره و اون توکن ST اتریوم که گفتیم که ارزشش معادل یک اتریوم هست. اتریوم هر چقدر بالا بره اونم بالا میره، هر چقدر پایین بیاد همونقدر اونم پایین میاد. ولی توکن LDO که در واقع شما توی مارکت های مختلف میتونین ببینین و چیز بکنین، معامله بکنین، نشانگر ارزش بازار خود کلا سیستم در واقع لیدو هستش. بخوام برم توزیع توکن های لیدو رو در واقع یا LDO رو بررسی بکنم، توزیع توکن هاش مورد خاصی نداره بخوام بهتون توضیح بدم، همینطور که خودش هم حالا اومده گفته که این توکن هاش در واقع توی شبکه‌های مختلف میتونن در واقع معامله بشن. بحث استیکش رو هم حتی میتونید تو شبکه‌های مختلف در واقع شما انجام بدین. حالا اتریوم بود، حالا شما تو شبکه‌های سولانا و نمیدونم پالیگان و پولکادات و ترا کلاسیک هم حتی میتونین چیز بکنین. البته ترا کلاسیک رو یه ذره چیز کرده، توضیحات داده که ممکنه مشکلاتی پیش بیاد و خلاص مواظب باشین. کاری به ایناش نداریم. توزیع توکنش چیز خاصی نداره، 1 میلیارد توکن در واقع LDO هستش که 16800 تا هولدر داره و 292000 تا هم تراکنش خورده. بخوام یه موردی رو حالا توضیح بدم خیلی سریع فقط بگم این هستش که خب رشد هولدرهاش به طور منظم و اصطلاحاً خطی بوده و به صورت خطی بالا رفته. حالا اینکه دیگه این کانترکت ها چی هستن و اینها چه چیزهایی رو مدیریت میکنن دیگه خیلی بحث طولانی هستش، خیلی تو بحث ما نمیگنجه. بحث قفل توکن رو بخوام بگم که باز این هم تو این در واقع چطور بگم آدرس هایی که هولد کردن
من پیدا نکردم و وجود نداره، چون اصلا کلیت اصلا این سیستم بر پایه در واقع استیک یا قفل کردنه. برای همین اصلا توکن حاکمیتش اصلا نیاز به این بحثا نداره. تو داده های آنچینش اگر بخوام وارد بشم، داده های آنچینش خیلی اطلاعات مختلفی داره. یکی از اطلاعاتی که داره این هستش که اصلا مقدار اتریومی که استیک شده توسط لیدو مقدارش چقدر هستش، که حالا اوجش رفته بود رسیده بود به تقریبا 4 میلیون اتریوم، که بعد از اینکه بازار نزول کرد این هم شروع کرد به نزول کردن. بعد نکته خاص دیگه این نداره، فقط یک موردی هم که هستش، البته تو این سیستم، تو این در واقع وبسایتی که نشون میدم نکته نداره، تو یک جای دیگه که نشون خواهم داد نکته های خیلی مهمی داره داخلش. سهمش از اصطلاحاً دپوزیت های DOD هستش، یعنی دپوزیت های حالا روزانه هستش که یه چیزی حدود 76% رو حالا تا آخرین روزی که امروز هستش من میبینم 89% هستش. دیگه اطلاعات دیگه ای نداره، چون همه این سیستم ها توی در واقع ریزش بازار همشون اصلا به هم خورده کلا کاراشون، و همشون یه جورایی از اون روندی که داشتن میرفتن فاصله گرفتن. مثلا اینجا مشخصه دیگه، اصلا دپوزیت هایی که انجام شده مثلا از لحظه‌ای که بیت کوین شروع کرده بریختن ثابت شده، یعنی کسی اصلا نیومده دپوزیت بکنه. و اطلاعات مختلفی هست ولی هیچ کدوم اطلاعات یعنی یا تصمیم خاصی به ما نمیده. یه جای دیگه هستش، یک سری اطلاعات داریم. دامیننس صفحه اجتماعیش به طور میانگین حالا 0.003% هستش، خیلی تغییراتی نداشته، فقط به صورت لحظه‌ای تغییراتی داشته. رنکش روی بحث حالا ترند شدن توی شبکه‌های اجتماعی یا توی سطح وب که یه چیزی حدود 141 هستش، یعنی رنکش میانگین بین مثلا حالا 140 تا 300 هی نوسان داشته، آخرین رنکش الان 143 هستش. بعد فعالیت های دیولوپیش توی بازه زمانی حالا بگم تقریبا 2 سال پیش تا الان هی هر روز بیشتر شده و هی نوسانات مختلفی داشته، ولی داشته بیشتر می شده، یعنی فعالیت های زیادی دارن انجام میدن تو حوزه دیولوپش. MVRV یعنی در واقع اون ارزش مارکتش به نسبت ارزش در واقع ریلایزدش یا حالا ارزش محقق شدهش هم نزولی بوده. حالا از کی نزولی بوده؟ از تقریبا 25 آگوست 2021 چیزی بوده، حالا مثلا حدوداً 8-9 ماه پیش تا امروز نزولی بوده. بعد اون موقعی که بیت کوین شروع کرده به نزول کردن، یه اینجا رو نشون بدم، این تیکه آخری که یه حالا ریزش شدیدی کرده اون مربوط به همون دوران هستش. حالا این چی خوبه یا بده؟ ما میگیم که ارزش مارکت به ارزش ریلایز، یعنی ارزش مارکت یعنی این چیزی که داره میچرخه توی مارکت حالا با قیمت این توکن و کلیت ارزش مارکتش. ارزش ریلایزش یعنی کسایی که اومدن و تونستن سود بکنن از این قضیه. خب ارزش مارکتش به ارزش در واقع اون کسانی که سود کردنش داره هی کمتر میشه، یعنی کسانی که دارن سود میکنن هی بیشتر میشه. این خب خوبه این مزیت در واقع این موضوع. بعد نکته دیگه بخوام بگم این هستش که 13% از کسایی که این توکن رو دارن 1 سال بیشتر دارن نگهش داشتن، یعنی اینطوری بگم نگهش داشتن. 75% بین این 1 تا 12 ماه اخیر نگهش داشتن و 12% کمتر از 1 ماهه. حالا اون 12% که الان تو کمتر از این 1 ماه خریدن به نظرم آدمای باهوشی هستن، چون که فهمیدن که دیگه توی این 1 ماه و حالا شاید 1-2 ماه آینده نهایتاً بیت کوین داره نوسان میکنه و بعد از اون یواش یواش دیگه شروع میکنه آروم آروم به بالا رفتن، نه اینکه جامپ بزنه ولی آروم آروم دیگه این بحث ریزش ها دیگه یواش یواش تموم میشه و هولدرهای در واقع کوتاه مدتی که کلی ارز دیجیتال داشتن و خسته شدن و ضرر کردن، حالا نیاز داشتن، اصلا پول نیاز داشتن، اینا همشون فروختن و هولدرهای بلند مدت میمونن و شروع میکنه بازار دوباره دیگه به رشد کردن. این 12% به خاطر این قضیه اصلا وارد این سیستم شدن. بعد نکته دیگه بخوام بگم 18% از هولدرهای این توکن الان توی سود هستن، 71%شون توی ضرر هستن، 11%شون هم سر به سر هستن و 18% خب باز رقم خوبیه. چرا؟ چون که برین بقیه سیستم ها رو ببینین خیلی این رقم خیلی کمه. 18% عدد خوبیه تو این بازاری که یه چیزی حدود 90% همه بازار ریخته. خب دیگه نکته دیگه اینجا نیستش در مورد داده های آنچینش. حالا بریم شبکه‌های اجتماعیش رو سریع بررسی بکنیم.
من در مورد تیم و این چیزاش هم حتما الان میرم بررسی میکنم و اونم میگم خدمتتون. خودش یه بلاگ داره که اینجا اطلاعاتشو گذاشته، حالا گذاشته که مثلا نمیدونم ورژن دوش داره چیز میشه، لایه دوش ببخشید لایه دوش داره بالا میاد. حالا بحثای فنیه، این که نمیدونم با گراف همکاری میکنه، با پالیگون و فلان و پولکادات و اینا رو داره توضیح میده. از اون طرف شبکه اجتماعی توییترش رو اگر بررسی بکنیم، برم حالا مهمترین خبرش الان اینه دیگه، لایه 2 در واقع اتریوم رو داره شروع میکنه به، یعنی تطبیق داده خودش رو با اون سیستم. بعد برم پایینتر که بتونم ببینم حالا خب ببینید هر چند ساعت، حالا من اینو دیروز البته باز کردم، ولی هر تقریبا 5 6 ساعت یه بار ریتوییت میکنه، یعنی فعالیت دارن تو شبکه‌های اجتماعی. خودش خیلی کم توییت میذاره خود سیستم، فقط اکثرا ریتوییت میکنه. مثلا یه روز پیش یه دونه توییت گذاشته که باز دوباره همون بحث لایه 2 رو داره چیز میکنه. فعالیتشون خوبه، ولی خب طبیعتا باز مثل همه سیستم ها فعالیت کاربرها یا بازخورد کاربرها کلا توی توییتر برای این سیستم خیلی کم بوده. بحث تیمش رو بخوام بررسی بکنم، در مورد تیمش چیزی ببینم پیدا میکنیم. حالا اینجا اومده اصلا محصولاتش رو گفته، حالا کاری نداریم. شبکه‌هایی که اصلا پشتیبانی میکنه برای بحث استیکینگ، بعد اینا حالا گاورننس و اینا. اینجا هم چیزی نیستش در مورد تیم. خب در مورد تیمش اینجا چیزی نیست. حالا من برم پایین‌تر ببینم. ببین ولیدیتورهای مختلفی داره، شبکه‌های مختلف بلاکچین، اصلا سیستم‌های مختلفی که بحث ارائه نودهای بلاکچین رو دارن روی بحث درهای مختلف مثل استریوم و اینا دارن تامین میکنن. بعد اینجا اومده سودهای کاربران رو گفته مثلا اگر اتریوم چیز بکنی رو شبکه اتریوم 3.9 APR داری، اگر سولانا بکنی فلان، اگر مثلا این شبکه رو نمیدونم اسمشو پالیگون بکنی 8%. البته این که میبینیم مثلا 21% این داره بیشتر میده، حتما یک سری چطور بگم دانستنی ها هم باید بدونین که مثلا اینجوری نیستش که شما بگین 21% میده من برم سری چیز بکنم. قطعا این یه چیز دیگه هم داره، قطعا مثلا زمان بیشتری رو شما باید اونجا بذارید. اینم حالا کامیونیتیه. ببینم تیم رو اگه بتونم پیدا بکنم، چیز خاصی نیست. حالا کانتکتشون رو هم یه لحظه ببینیم که اصلا کجا هستن. خب تیم نیستش، این که کانتکتش هم که ایمیله، کانتکتش هم بر اساس ایمیل اطلاعاتش، یعنی میتونین ایمیل بزنین بهشون. بعد چیز دیگه این نداره. یک اطلاعات خیلی مهم دیگه هم می‌خواستم بگم، اینکه شاید بعضیا بگن که آقا اصلا چقدر کلا ملت تو این سیستم مشارکت کردن. یه چیزی حدود 6 میلیارد 300 میلیون دلار مردم استیک کردن داخلش، یه چیزی حدود 4 میلیون عدد اتریوم رو چیز کردن، الان دپوزیت کردن. بعد این دپوزیت شده، حالا اتریوم های استیکی هم که شده دقیقا همون اندازه، زده یه ذره کمتر و بیشتر. پس این رو در نظر داشته باشین که خب این الان این سیستم حجم بازار خیلی بالایی داره. یه جایی من یه نموداری دیدم در مورد اینکه چه بازارهای ببینید اصلا کلا این توکن استی اتریوم، البته بگم ما فقط مال این سیستم نیستش، مال همه سیستم های استیک اتریوم هستش. 40% از در واقع این هولدرهای سهام استیک اتریوم از طریق لیدو اومدن شروع کرد، یعنی دپوزیت کردن و استیک کردن. اینم خب رقم خوبیه. داده دیگه ای ندارم که بهتون بگم. بحث تکنیکال اینا هم که اصلا نیازی نیستش تو این سیستم. فقط به طور کلی میتونم بگم که کلا سیستم معتبری هستش. شما میتونید اگه خواستین استیک بکنید از این سیستم استفاده بکنید. نمودار خود توکن LDO یک جورهای تکنیکال هست، ولی خب نوسانات شدیدی داشته، نوساناتش یکم بالاست. این رو در نظر داشته باشین. بعد ببینم آیا چیزی دیگه، دیتای دیگه هم هستش که بخوام به شما بگم. نه اینا نیازی نیستش. خب این چیز رو هم درست بکنم. کلا تعداد توکن هایی هم که داره دو بازار میگرده 312 میلیون عدد هستش که یه چیزی حدود، حالا کلیتش بخوام 30% بازارش رو تشکیل میده فعلا. و مارکت کپش هم بخوایم ببینیم 455 میلیون دلار هستش. 1.46 قیمتش هستش.
توصیه آخر رو بخوام بکنم این هستش که این سیستم رو بررسی بکنین. اگر خواستین استیک بکنین میتونین ازش استفاده بکنین. سیستم های دیگه ای هم هستن مثل کانوکس و غیره و غیره، ولی این سیستم خوبی هستش، میتونین ازش استفاده بکنین. و اینکه لطفاً کامنت بذارین، اگر تجربه تو این زمینه داشتین حتما کامنت بذارین و مطرح بکنین که کسان دیگه هم که میان ویدیو رو میبینن این بتونن کامنت شما رو ببینن و بخونن، و اگر سوالی هم داشتن بپرسن، خودتون جواب بدین. منم اگر دیدم که میتونم جوابشون رو بدم حتما جواب میدم. فقط این رو بررسی نکردم که تو کدوم صرافی ها میتونین LDO رو خرید و فروش بکنین. خب ببینین خیلی صرافی ها هستن، بایننس هستش دیگه، کوکوین و گیت و بعد ببینم کوینکس هم هستش، xt.com هم هستش. کوینکس و xt.com رو شما میتونین، یعنی ایرانی ها میتونن باهاش کار بکنن و احراز هویت اینا هم انجام بدن، باهاش کار بکنن. ببینم چرا اینجوری شد. باهاش کار بکنن، مورد خاصی هم نداره. من خیلی وقت دارم باهاشون کار میکنم، شما میتونین راحت باهاشون کار بکنید. ویدیو ما تموم شد. ممنون که تا الان با من بودین. ان شاءالله که پرسود باشین.